همه چیز خودتی. اما این فقط یه جمله نیست. این یه حقیقته که تو همیشه توش زندگی کردی ولی هیچ وقت عمیق درکش نکردی. تو خودت رو از یه دیدگاه کاملا خاص تجربه میکنی. تو فکر میکنی یه فردی هستی با یه اسم، یه گذشته، یه بدن و یه ذهن. اما واقعیت اینه که تو فراتر از اینهایی. اون کسی که تا امروز فکر میکردی خودت هست فقط یه مجموعه از خاطراتیه که توی ذهنت ثبت شده. تو هر لحظه با هر فکر جدید که به ذهنت میاد دوباره متولد میشی. اما این فقط یه بخش از واقعیته. ذهنت و بدنت فقط فیلترهایی هستن که واقعیت تو رو شکل میدن. همه چیز از درون تو عبور میکنه و رنگ میگیره. اون چیزی که میبینی، میشنوی، حس میکنی، همش نتیجه این فیلتر هاست. و حالا یه حقیقت عجیب‌تر. هر کسی که تا حالا دیدی، مادرت، پدرت، نیاکانت، نسل‌های آینده، همه اونها خود تو هستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی عاشق کسی میشی در واقع داری خودت رو دوست می‌داری و هر وقت از کسی متنفری در واقع داری یه بخش از خودت رو رد می‌کنی. پس سوال اصلی اینجاست. اگه این حقیقت رو عمیق درک کنی، زندگیت چقدر تغییر می‌کنه؟ حالا بیا اینو از یه زاویه دیگه ببینیم. تو از وقتی به دنیا اومدی یه سری چیزا رو یاد گرفتی. یه اسم بهت دادن، گفتن اهل فلان کشوری، تو یه فلان خانواده‌ای، این کارو بکن، اون کارو نکن، این کار درسته، اون کار غلطه. کم کم شروع کردی به تعریف کردن خودت بر اساس این اطلاعات. ولی یه لحظه فکر کن. اگه ذهنت رو از تمام خاطرات پاک کنیم، تو کی هستی؟ اگه بهت بگم تو فقط اون افکاری نیستی که هر روز توی سرت میچرخن. ذهنت همیشه در حال تحلیل، مقایسه، قضاوت و تعریف کردنه. ولی یه چیزی فراتر از اینا وجود داره. یه چیزی که همیشه داره تماشا میکنه. مثلا وقتی یه فکر به ذهنت میاد، اون کیه که متوجه این فکر میشه؟ وقتی غمگینی، اون کیه که داره این غم رو حس میکنه؟ وقتی توی سکوت فرو میری، اون آگاهی که همچنان بیداره چیه؟ تو اون آگاهی هستی. نه افکارت، نه بدنت، نه گذشتت. اینا فقط مثل لباسهایی هستن که تنت کردی تا زندگی رو تجربه کنی. ولی این لباسها باعث شدن تو فکر کنی محدود به همین جسم و ذهنی. و وقتی اینو باور کنی خودت رو از حقیقت بزرگتری که هستی جدا میکنی. و حالا یه حقیقت عجیب‌تر. اگر تو چیزی فراتر از ذهنت و بدنت هستی، پس آیا واقعا میشه گفت که دیگران از تو جدا هستن؟ حالا یه لحظه به این فکر کن. اگه واقعا همه چیز خودتو باشه، پس اون مرزی که بین خودت و بقیه میبینی واقعی نیست. ذهنت عادت کرده که دنیا رو با مرزها و جدایی‌ها ببینه. تو یه من داری، یه اسم، یه بدن و بقیه آدم‌ها از تو جدا هستن. اما این فقط یه فیلتر ذهنیه. تو هیچ وقت دنیا رو بدون این فیلتر تجربه نکردی، چون ذهنت همیشه بیننده اصلی بوده. ولی اگه بتونی یه لحظه، فقط یه لحظه، بدون این فیلتر به دنیا نگاه کنی، چی میبینی؟ یه درخت رو ببین. آیا واقعا از تو جداست؟ برگاش اکسیژن تولید میکنن. تو اون اکسیژن رو نفس میکشی. اون اکسیژن وارد سلولهای بدنت میشه و بخشی از تو میشه. پس این مرزی که بین تو و درخت کشیدی یه توهمه. حالا بیا اینو روی آدم‌ها پیاده کنیم. کسی که عاشقش هستی، کسی که ازش متنفری، کسی که تحقیرت کرده، کسی که درکت نکرده، اگه همه اینا همون تو باشن چی؟ اگه بفهمی که دیگری فقط یه بخش دیگه از تجربه خودته، نگاهت به همه چی عوض نمیشه؟ اگه بدونی هر عشقی که به کسی میدی در واقع عشقیه که داری به خودت برمیگردونی، آیا باز هم احساس کمبود میکنی؟ اگه بفهمی هر نفرتی که به کسی داری در واقع داری به یه بخش از خودت حمله میکنی، آیا باز هم قضاوت میکنی؟ حقیقت اینه که هیچ کس از تو جدا نیست. تویی که توی این لحظه این حرفا رو میشنوی و منی که اینا رو میگم. ما یکی هستیم. پس حالا سوال اینه. اگه این حقیقت رو عمیق‌تر کنی چطور زندگیت تغییر میکنه؟ حالا بیا یه قدم دیگه جلوتر بریم. اگه همه چیز خودتو باشه، پس یعنی دنیایی که توش زندگی میکنی ساخته ی خودته. این شاید عجیب به نظر بیاد، ولی علم روانشناسی همینو تایید میکنن. ذهن تو هیچ وقت واقعیت رو همونطور که هست تجربه نمیکنه. ذهن فقط تفسیرش از واقعیت رو بهت نشون میده. تو دو تا چشم داری، اما چیزی که میبینی فقط یه تصویر پردازش شده توسط مغزته. تو گوش داری، اما چیزی که میشنوی فقط یه سری امواجت پردازش شده توسط ذهنته. پس دنیایی که درک میکنی
همون دنیای واقعی نیست، بلکه نسخه ای از اون هست که ذهن تو ساخته و این یعنی تو خالق دنیایی هستی که توش زندگی میکنی. اگه یه نفر تو رو تحقیر کنه، اون فقط یه اتفاقه، ولی اینکه چطور اون اتفاق رو درک کنی کاملا دست خودته. میتونی اینو یه فاجعه ببینی یا یه فرصت برای رشد. اگه یه نفر بهت عشق بده، این فقط یه اتفاقه، ولی اینکه چقدر اون عشق رو بپذیری بستگی به باورهای درونی خودت داره. پس اگه همه چیز از درون تو فیلتر میشه، اگه واقعیت چیزی نیست جز تجربه ذهنی تو، اگه هیچ کس واقعا از تو جدا نیست، پس آیا تو از قبل خالق همه چیز نبودی؟ تو اینجا گفتیم تو خالق دنیای خودتی، ولی یه سوال اساسی پیش میاد. اگه این حقیقت داره، پس چرا بعضی وقتا حس میکنی گیر افتادی؟ چرا درد و رنج وجود داره؟ چرا همیشه اون چیزی که میخوای اتفاق نمیافته؟ اینجاست که باید یه چیز مهم رو بفهمی. تو همیشه خالق هستی، اما همیشه آگاهانه خلق نمی کنی. بیشتر مردم دارن دنیای خودشون را ناخودآگاه میسازن. اونا فکر میکنن افکار و احساساتشون مهم نیست، در حالی که همینا دارن تمام واقعیتشون رو شکل میدن. مثلا اگه یه نفر همیشه باور داشته باشه که هیچ وقت موفق نمیشه، ذهنش طوری دنیا رو فیلتر میکنه که فقط موقعیت هایی رو ببینه که شکستش رو تایید کنه. اگه یه نفر باور داشته باشه که آدم‌ها بد و غیر قابل اعتمادن، حتی وقتی یه نفر میخواد بهش محبت کنه، دنبال نشونه‌هایی میگرده که ثابت کنه اون آدم داره بهش ضربه میزنه. پس رنج از کجا میاد؟ از اینجا که تو دارای قدرتی هستی که همیشه در حال کار کردنه، اما ازش آگاه نیستی. رنج یعنی تو در حال خلق چیزی هستی که خودت ازش خبر نداری. یعنی بخشی از تو یه تصویری از دنیا ساخته که بر اساسش زندگی میکنی، بدون اینکه بدونی. و این تصویر از کجا اومده؟ تجربیات گذشته، از باورهای محدود کننده که ناخودآگاه توی ذهنت حک شده، از حرفایی که بقیه از بچگی بهت گفتن. ولی حالا که اینو فهمیدی، سوال اینه: اگه تا حالا ناخودآگاه خلق میکردی، آیا میتونی آگاهانه خالق زندگی خودت بشی؟ تا اینجا فهمیدیم که تو همیشه در حال خلق دنیای خودتی، اما بیشتر مواقع ناخودآگاه. پس حالا سوال اصلی اینه: چطور میتونی این روند رو آگاهانه کنترل کنی؟ چطور میتونی واقعیتی رو بسازی که واقعاً میخوای؟ اولین قدم مشاهده کن، نه قضاوت. بیشتر آدم‌ها اصلاً متوجه افکار و احساسات خودشون نیستن، ولی تو الان میدونی که هر فکری که توی ذهنت میاد در حال ساختن واقعیت توه. پس اولین قدم اینه که یه لحظه عقب بیای و افکارت رو مشاهده کنی. نه اینکه باهاشون بجنگی، نه اینکه سرزنش کنی، فقط نگاه کن. وقتی یه فکر منفی میاد ببینش. وقتی حسادت، ترس، ناامیدی سراغت میاد، فقط متوجهش شو. چون همین که یه چیزو ببینی قدرتش کمتر میشه. دومین قدم خودت رو از افکارت جدا کن. تو فکرهاتو داری ولی نیستی. همونطور که گفتم، یه چیز همیشه تو رو تماشا میکنه. اگه تو فکرات بودی، هیچ وقت نمیتونستی از بیرون نگاهشون کنی. پس دفعه بعد که یه فکر محدود کننده اومد، به جای اینکه بگی من شکست خوردم، بگو یه فکری توی ذهنم هست که میگه من شکست خوردم. همین تغییر کوچیک باعث میشه بفهمی تو فراتر از این افکاری. سومین قدم آگاهانه انتخاب کن. حالا که یاد گرفتی ذهنت رو ببینی و از افکارت جدا بشی، وقتشه که آگاهانه انتخاب کنی چه چیزی رو باور کنی. چون باورهای تو فیلترهای ذهنی تو رو میسازن و این فیلترها واقعیتت رو شکل میدن. از خودت بپرس: این باوری که دارم کمکی بهم میکنه یا محدودم میکنه؟ اگه این باور رو نداشتم زندگیم چطور بود؟ آیا این باور یه حقیقت مطلقه یا فقط چیزی که تا حالا بهش عادت کردم؟ و در نهایت تو هر لحظه دوباره متولد میشی. هر فکری که انتخاب میکنی یه قدم به سمت دنیاییه که در حال ساختشی. و هر لحظه که آگاهانه اینو درک کنی، یه لحظه است که تو از نو خلق میشی. اما یه سوال: اگه بدونی هیچ محدودیتی جز باورهای خودت وجود نداره، اگه بدونی که هر چیزی رو که تجربه میکنی خودت داری میسازی، آیا باز هم مثل قبل زندگی میکنی؟ حالا که به این نقطه رسیدیم، یه سوال اساسی وجود داره: آیا واقعا میخوای حقیقت رو بپذیری یا فقط داری این حرفا رو میشنوی و بعد از چند دقیقه دوباره توی همون الگوی قدیمی گیر میکنی؟ چون حقیقت یه مسئولیت میاره. تا وقتی فکر میکنی که یه سری نیروی خارجی زندگی تو رو کنترل میکنن، همیشه میتونی نقش قربانی رو بازی کنی.
میتونی بگی دیگران باعث شدن اینطور باشم، شرایط زندگی منو بهم تحمیل کرد، من انتخابی نداشتم. ولی وقتی قبول میکنی خالق دنیای خودتی، اون وقت دیگه هیچ توجیهی برای فرار از این مسئولیت ها نداری. این یعنی هر چیزی که تا الان توی زندگیت هست نتیجه باورها و انتخابهای خودته. این یعنی هر محدودیتی که حس میکنی در واقع از درون خودت اومده. این یعنی هر تغییری که میخوای فقط باید از درونت شروع بشه. ولی سوال اینه، آیا واقعا حاضر اینو بپذیری؟ چون اگه بپذیری دیگه نمیتونی مثل قبل باشی. دیگه نمیتونی بگی من هیچ کنترلی ندارم. دیگه نمیتونی خودت رو یه قربانی ببینی. پذیرفتن این حقیقت یعنی آزادی. اما یه آزادی که مسئولیت میاره. پس الان انتخاب با توه. میخوای آگاهانه دنیای خودت رو خلق کنی یا میخوای دوباره به خوابی که سالها درش بودی برگردی؟ جواب هر چی که باشه، یادت نره همه چیز خودتی. اگر این صحبت‌ها چیزی رو در ذهنت روشن کرد، پس بدون که این فقط یه شروعه. حالا وقتشه یه قدم عملی برداری. نظرت رو توی کامنت ها بنویس. آیا تا حالا به این فکر کردی که چقدر از زندگیت رو ناخودآگاه ساختی؟ به نظرت سخت‌ترین بخش این آگاهی چیه؟ و اگر حس می‌کنی این ویدیو میتونه برای کسی مفید باشه، حتما باهاش به اشتراک بذار. چون هر آگاهی که در این دنیا پخش میشه، یه زنجیره از بیداری‌های جدید رو ایجاد میکنه و شاید تو باعث بیداری بعدی باشی. فراموش نکن که کانال را سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی، چون قراره توی ویدیوهای بعدی عمیق‌تر به این موضوعات بپردازیم. ممنون که تا آخر این ویدیو منو همراهی کردید. پس تا بعد، بدرود.